دوستان سلام، شب و روز همگی بخیر. آقا بعد از این که گروهبان گارسیای نظام یا همون سرتشتک فیروزآبادی به فرموده ولی امرش قل خورد وسط معرکه و یه عربده زهرماری سرداد، همه گفتن احتمالاً جماعت دلواپس غلاف میکنن. اما فرداش یکی از این متمردین عمامه‌دار تریبون مجلس و قاپید و باد فیروزآبادی رو خالی کرد. ما به شما تهمت نمیزنیم. ما مانند آقای روحانی نمیگوییم که عده‌ای به نام ایستادگی در برابر ابرقدرت‌ها جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند. آقای روحانی، جیب مردم را آنها زدند که نه تنها ایستادگی نکردند بلکه 3 سال به انگلیس پناهنده شدند و در پرونده‌هایی مانند کرسنت و استاد اویل داشتند و در مکالمات تلفنیشان با یک ضد انقلاب اقرار می‌کنند که با بابا تقسیم کار کردند تا به نظام فشار بیاورند. بابا لنگ بابا یعنی حاج اکبر کوسه رو هم کشید وسط. به این ترتیب معلوم شد که از پامنبری سنگین وزن علی گدا یعنی فیروزآبادی هم کاری ساخته نیست و خلاصه وضع خرابتر از این حرفاست. سیدعلی که دید قافیه رو باخته و نظام آشولاشش جنبشو نیست، یه نقشه جدید کشید. بله، این بار این عظما همراه با اون عظما یعنی سرگاب میشه عظما پرید وسط پاسدارای وارفته و درموندهش تا شاید بتونه با یه دهن روزه دلخوش کنک حال جماعت نگران و دلواپس و جا بیاره. افرادی نگران ریزش ها بودند. گفته شد رویش ها بر ریزش ها غلبه خواهند کرد و همین شد. بگی منو. کدوم رویش علی بافور؟ منظورت رویش بادمجون پاچشم ولایت، اونم با دست دلواپسای قادزده باند خودته؟ بابا الان که گماشته های دیروزت تیشه برداشتن دارن به ریشه نظام میزنن، بعد تو قمپوز رویش در میکنی واسه ما. امروز نظام اسلامی درگیر چالش هایی است. وجود چالش به معنای حرکت به سمت جلو و ابتکارهای روزافزون و نو به نو است. این یکی دیگه خیلی جدید بود، میگه وجود چالش به معنای حرکت به سمت جلوه. بدبخت تو از چاله تحریما هنوز نتونستی بیرون بیای. جام زهرای نو به نو همینجوری داره میاد رو میزت، بعد دنبال چالش واسه حرکت به سمت جلویی. مواظب باش خودتو نظامت لیز نخوری. امروز بهانه مسئله هسته‌ای است، یک روز بهانه حقوق بشر است، یک روز بهانه یک چیز دیگر است. آنها میخواهند نظام جمهوری اسلامی رو از ایستادگی در مقابل قلدرها و گردن کلفتها و باج بگیرها و زورگویان عالم منصرف کنند. آره میخوان منصرف کنند. جمهوری اسلامی هم که قربونش بری اصلا اهل انصراف نیست، فقط یه نم نرمش قهرمانانه کرده، یه جرعه زهر انداخته بالا، همچی بفهمی نفهمی یه هوا هم دوچار جرخوردگی شده. اونم چه جرخوردگی؟ هم می شود پیشرفت علمی پیدا کرد، هم می شود پیشرفت اجتماعی پیدا کرد، هم می شود نفوذ بین المللی پیدا کرد، هم می شود عزت سیاسی در دنیای بشریت رو پیدا کرد. اینو جمهوری اسلامی اثبات کرده، اونها از این ناراحتن.
قربون عمت بری با این اثبات کردنت. ته پیشرفت علمیت شد زهرخوری اتمی و پلمب سایت هسته‌ای. پیشرفت اجتماعیت هم که دیگه نگو، آخرش انفجار انبار باروته. نفوذ بین المللیت رو هم که تو فلسطین و ژنو 2 دیدیم. عزت سیاسیت هم که کولاک بود، به خصوص اونجا که بعد از ویزا ندادن به ابوطالبی بازم سینه خیز رفتی واسه مذاکره. ببین گماشته نمره موقت تو نمایش جمعه واسه توصیف وضعیتت چه جونی میکنه. به قول مولای رومی میگوید که لنگون لنگون باید راه حق رو رفت. اگر آدم لنگ رفت از اون ور از همه لنگی ها نجات پیدا میکنه. اون که لنگ و لوک اون سو میجهی، لنگون لنگون میری نمیخوایم بری در عین حال دین بهت میده لنگ و لنگ میری. یعنی همه لنگی و لوکی ها انسان عبور میکنه، از همه سختی ها عبور میکنه. اون که لنگ و لوک آن سو میجهی، از همه لنگی و لوکی میرهی، از همه لنگی و لوکی میرهی. بابا حیف نون، مولای رومی این شعر رو واسه آدمیزاد گفته، نه واسه ولی فقیه تلس شکسته ای که لنگ لنگون داره میره به سمت زبالدون تاریخ. جای این روزه ها برو یه فکری به حال انگشت ششم عظما یا همون شقاقلوس دلواپس بکن که نمیتونه ببردش نمیتونه نگهش داره. موشکار